Okay, buddy boy, here it is. You hide my clothes, I'm wearing everything you own. Oh my God! That is so not the opposite of taking somebody's underwear. Look at me, I'm Chandler. Could I be wearing any more clothes? آدما به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول اونایی که عاشق سریال فرندزن و دسته دوم اونایی که نمیدونن چرا بقیه از سریال فرندز خوششون میاد. اصلا جریان این خنده های پس زمینه چیه؟ چرا دیدن این سریال حس عجیبی داره؟ و مثل بقیه سریال های معمول نیست. به این ژانر سریال های تلویزیونی میگن سیتکام که مخفف سیچویشن کمدیه یا کمدی موقعیت. نوعی سریال کمدی تلویزیونیه که معمولاً حول شخصیت‌های ثابت یا گروهی از اونهاست و در هر قسمت این شخصیت‌ها در موقعیت‌های خنده‌دار و کمدی جدیدی قرار می‌گیرن. اول بریم سراغ رومخترین تیکه سیتکام، خنده‌های پس زمینه. قبل از اینکه تلویزیون بیاد ما تئاترها، شوهای کمدی، شعبده بازی‌ها، اپرا و در نهایت سینما رو داشتیم. و چون تماشاچی‌ها دارن زنده برنامه رو نگاه میکنن، گاهن میخندن یا ریاکشن نشون میدن. بعدها این ریاکشن تماشاچی‌ها یا همون خنده‌ها به صورت رکورد شده توی برنامه‌های کمدی که خیلی خنده‌دار نبود پخش میشد، چون کمک میکرد تماشاچی‌های حاضر بخندن یا بازیگر بتونه از اون صحنه‌های ضایع رد بشه. و از طرفی توی برنامه‌های تلویزیونی حس اینو میداد که داریم توی سینما یا تئاتر با بقیه آدم‌ها فیلم رو تماشا می‌کنیم. در نتیجه توی سیتکام ها یه سری تماشاچی حضور داره و بازیگرها شبیه به تئاتر واقعا جلوی اونها بازی میکنن و در عین حال برنامه داره رکورد میشه. توی بیشتر سریال ها یا فیلم های سینمایی تصویربرداری با یه دوربین انجام میشه. چرا؟ به خاطر حفظ کیفیت، عمق تصویر یا نورپردازی و بقیه تنظیمات. اما چون سیتکام ها شبیه به یک تئاتر زنده هستن، از 3 تا دوربین با زاویه‌های مختلف برای فیلمبرداری استفاده میشه. شبیه به تصویربرداری فوتبال یا اخبار. پس این 3 تا دوربین وظیفه اینو دارن که همه چیز رو رکورد کنن. در نتیجه سیتکام ها برخلاف بقیه سریال ها نور قشنگی ندارن یا حتی نورها اصلاح شده نیست. عمق تصویر زیاد نیست و همش توی اتاقها و دکورهای کوچیک ساخته میشن و به ما این حس عجیب رو میدن، چون بعد دیدن کلی فیلم با نور خوب و کیفیت بالا توقع داریم که ظاهر قشنگتری داشته باشن. بیشتر سیتکام ها تایم اپیزودها کوتاهه ولی تعداد اپیزودها زیاده. برخلاف همه سریال ها تولید سیتکام سریعتر و معقولتره. هر قسمت بین چند ساعت تا یه هفته طول میکشه تا ساخته و پخش بشه. اما بیشتر سریال ها یا فیلم های سینمایی ممکنه یک صحنه یه هفته یا چند ماه طول بکشه و تولید یک فیلم سینمایی ممکنه چندین سال زمان ببره. اما جواب این سوال که چرا آدم‌ها فرندز رو دوست ندارن؟ برخلاف بیشتر سریال ها، سیتکام فرندز از لحاظ بصری اصلاح شده نیست. یعنی رنگ خوبی نداره، کیفیت خوب نیست، عمق تصویر نداره، فوکوس نمی‌کنن و صدای خنده ها رو مخه. It's a cat. That is not a cat. Yes, it is. Why is it inside out? و بازی ها گاهن مصنوعیه که شبیه به تئاتر میمونه. دیالوگ محوره و به جای این که از جلوه‌های ویژه استفاده کنن، حول داستان و شخصیت و اینا میچرخه. طنزی که شاید همیشه کار نمیکنه و خنده‌دار نیست یا بجا نیست. لباس، محیط و همه چیز معمولیه. خلاصش میشه گفت که سیتکام ها لاکچری نیستن. چرا آدم ها فرندز رو دوست دارن؟
اولیش اینه که بازیگرها بازی فوق‌العاده‌ای دارن، چون مجبور بودن تو نقش خودشون فرو برن و یک شو ممکن بود چندین سال طول بکشه و بازیگر عادت میکنه با نقشش زندگی کنه، نه فقط اونو بازی کنه. See? All eyes on me. کمدی جذابیه، روایت داستان و نکات آموزنده داره. حس صمیمیت داره و به زندگی ما نزدیکه. در انتهای سریال فرندز احتمالاً شما دوستای جدیدی پیدا میکنین که تا آخر عمر این آدم‌ها با شما زندگی میکنن و با دونستن این نکات فکر میکنم که بهتر باشه که یه شانسی به سریال‌های سیتکام بدیم. Cut.